همه میگن رمزارزها روی بلاکچین هستن، ولی راستش هنوز نمیفهمم بلاکچین دقیقاً یعنی چی. بلاکچین مثل یه دفترچه حساب دیجیتال بزرگه که همه نسخه‌شو دارن. هر تراکنش جدید توی این دفتر ثبت میشه و هیچ کس نمیتونه پاکش کنه یا تغییرش بده. یعنی چی دفترچه؟ آلیس، فرض کن یه کلاس داریم. معلم اسم هر کسی که پول تو صندوق میذاره رو توی دفتر مینویسه. حالا تصور کن این دفتر نه فقط دست معلم، بلکه کپیش دست همه بچه‌ها باشه. اگر کسی بخواد تقلب کنه، همه میفهمن، چون نسخه هاشون فرق میکنه. خب یعنی بلاکچین فقط یه دفترچه است؟ در واقع بلاکچین یه روش ذخیره‌سازی اطلاعاته، مثل هارد کامپیوترت که روش فیلم و عکس نگه می‌داری. فرقش اینه که بلاکچین همه اطلاعات رو به صورت رمزنگاری شده و زنجیره‌ای ذخیره میکنه و کپیش بین همه پخش میشه. برای همین دستکاریش تقریباً غیر ممکنه. آها، پس بلاکچین هم یه نوع ذخیره‌سازی اطلاعاته، اما فرقش اینه که همه نسخه‌شو دارن و امن‌تره چون رمزنگاری شده است. دقیقاً به همین خاطره که بلاکچین پایه رمزارزها و خیلی چیزای دیگه است. حالا دقیق‌تر و فنی‌تر میتونی برام توضیح بدی چه جوری این اتفاق میفته؟